به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلامی به پایان بر شما مخاطبان و بینندگانی شریفی شبکه اینترنتی پندنامه. به پندنامه خوش آمدید. ما رسیدیم به حکایت دهم از کتاب شریف گلستان سعدی، کتاب عشق، کتاب زندگی و کتاب امید. سعدی رحمت الله علیه می‌فرماید بر بالین تربت یحیای پیغمبر علیه السلام معتکف بودم در جامع دمشق که یکی از ملوک عرب که به بی‌انصافی معروف بود به زیارت آمد و نماز و دعا کرد و حاجت خواست. یکی از بزرگان و حکیمان و درویشان در سر مزار حضرت یحیی که در دمشق است می گفت اونجا در اعتکاف بودم و عبادت می کردم که یکی از پادشاهان بسیار ظالم هم آمد و نماز خواند و دعا کرد و حاجت خواست. درویش و غنی بنده این خاک درند و آنان که غنی ترند محتاج ترند. هر کس هر چقدر که در این دنیا دارد باز هم نیاز به خداوند دارد. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. آنگه مرا گفت پادشاه ظالم و بی انصاف به این درویش و حکیم رو کرد و گفت از آنجا که همت درویشان است و صدق معاملت ایشان خاطری همراه ما کن که از دشمن صعب اندیشناکم، یا از دشمن صعب اندیشناکم. پادشاه گفت که ای درویش، ای حکیم، یک نصیحت ما را بکن که من از دشمن سخت می ترسم یا از دشمنی سخت می ترسم. هر دوی اینها درست است. حکیم گفتمش بر رعیت ضعیف رحمت کن تا از دشمن قوی زحمت نبینی. حکیم به پادشاه ظالم گفت که پادشاه با مردم مهربان باش، رحیمانه و کریمانه برخورد کن، حق مردم را پایمال نکن، برای مردم امنیت بیاور، امنیت جانی، امنیت خاکی، امنیت روانی، امنیت اقتصادی و مالی، همه اینها را برای مردم داشته باش تا در روزی سخت و در مقابل دشمن سخت مردم در کنار و پشت تو باشند. به بازوان توانا و قوت سر دست خطاست پنجه مسکین ناتوان بشکست. تو که پادشاه هستی، قدرت داری، ثروت داری، ارتش داری، اسلحه داری، این جوانمردی نیست که به مردم ظلم کنی. این جوانمردی نیست که ثروت را در خدمت یک خانواده قرار دهی. حق مردم را نباید پایمال کنی. بترسد آن که بر افتادگان نبخشاید، که گر ز پای درآید کسش نگیرد دست. کسی باید بترسد که به افتادگان نمی بخشد، به مردم و نسبت به مردم مهربان نیست، که در روز سخت کسی دستش را نخواهد گرفت. در جای دیگر سعدی می‌فرماید چو ایستاده‌ای دستی اوفتاده بگیر. زمانی که قدرت داری دست یک اوفتاده، دست یک ضعیف را بگیر و بلند کن. هر آن که تخم بدی کشت و چشم نیکی داشت، دماغ بیهوده پخت و خیال باطل بست. کسی که به مردم ظلم کند و بخواهد که در روز سخت مردم کنارش باشند، مانند کسی است که تخم و دانه را در شوره‌زار بکارد و انتظار میوه شیرین داشته باشد، انتظار محصول خوب داشته باشد. ز گوش پنبه برون آر و داد خلق بده، وگر تو می ندهی داد روز دادی هست. این پنبه ها را از گوش بیرون کن، این پخته ها را از گوشت بگیر، حق مردم به عدالت تقسیم کن، که اگر حق مردم را تقسیم نکنی
یک روز هست که دیگر تو قدرت نداری و در روز قیامت خداوند عادل است و آنجا عذاب خواهی شد. و یک چند بیتی معروف هست در آخر این حکایت که همه ما شنیدیم و به آن افتخار میکنیم. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.